خب ببین، اول وارد کالاف میشی با فیلتر شکن. بعد که وارد شدی حالا هر گان لجند یا متیکی که میخوای و اینجا یه مود منو داره، وازش میکنی بخش سوم اسکین ستینگز. تقریبا کل گان متیکا و خیلی از گان لجند ها مثل اچس و کیارم و کل دیلا و زیلات هالیده و اینا هست. حالا من کیارم و اینجا لجندش کردم. نه این کیارم. حالا میخوایم بریم دیل متیکو. الان تیکشو زدم، بریم چیزش کنیم، متیکش کنیم. اینجا میایم داخل این بخش، وارد این بخش میشیم. بعد وارد بخش آرسنال. حالا اینجا اسکین 2 تا داره، اسکین 2 تا، یه دونه تمپلار و یه دونه اسپکتر متیک داره، بقیه‌شو دیگه نمیدونم. اینجا هم مال گان متیک و گان لجند هست. ما حالا میزنیم داخل گان متیک ها، اینجا میزنیم داخل، میریم روی این یکی. حالا اینجا هر گان متیکی که میخوایم یکی میزنیم روش. حالا گزینه بک رو میزنیم. این گان متیک، هر گان متیک و لجندی که میخوای دانلود میکنی حتما باید توی این منو باشه. دانلودش که کردی همینجا تیکه رو میزنی، میای بیرون، گانه باید رو لوداوتت باشه. حالا من رو لوداوت دوم هست. بعد که اومدی اینجا برات اومده تو لوداوتت، میتونی استفاده کنی.